اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت چلم خوانده بودیم که الله متعال امو بیادبی های مردم جاهلیت بیان کرد که مردم جاهلیت با وجود از که خودشان از داشتن دختر نفرت داشتن و یک اندیشه و فکر جاهلانه بود، ولی امی عیب خدا العیاذ بالله ایره به خالق متعال نسبت میدادن و الله متعال اینجا افاصفاکم استفهام آورد و ما و شما گفتیم که در قرآن عظیم شان اینجا این استفهام حقیقی نیست، بلکه این استفهام انکاری و توبیخی هست. این عملشان انکار میکنه و اینا را توبیخ میکنه. مثل که شما یک کس را میبینین در مسجد خنده میکنه، شما برش انکار میکنین عملش، میگین این کار بسیار زشت است و توبیخش میکنین، برش میگین به شکل استفهام که آیا در مسجد خنده میکنی؟ الله متعال امی قسم عمل از اینا را توبیخ میکنه، اینا را سرزنش میکنه و عملشان انکار میکنن. ایره استفهام انکاری توبیخی میگن. افاصفاکم آیا برگزید ربکم رب شما بالبنین شما را به چی؟ به پسران، بر شما اختیار کرد پسران را. و اتخذ من الملائکه اناثا و گرفت از ملائکه دختران. انکم لتقولون قولا عظیما یقینا که شما میگین سخن بسیار بزرگی خطرناک، یعنی سخن است که بسیار خطر بزرگ داره و این شما را به کفر و بیدینی میکشونه. سپس الله متعال میگه ولقد صرفنا فی هذا القرآن، یقینا که ما در این قرآن بیان کردیم، فی هذا القرآن یعنی بیان کردیم در این قرآن عظیم الشان بسیاری از مسائل توحیدی را که وحدانیت الله را بیان کرد، عظمت الله را بیان کرد، صفات بسیار عالی و با عظمت الله را بیان کرد. به خاطر چی در قرآن این همه صفات عالی خالق متعال بیان میکنه؟ لیذکروا، تا که شما پند بگیرین، نصیحت بگیرین. و ما یزیدهم، و الله متعال خبر میده که با وجود ازی که این مسائل حق و توحید بر از اینا بیان شوه، این آیات قرآن که حقایق بیان میکنه بر از اینا زیاد نمیکنه الا نفورا، چون کافر هستن و بیدین هستن. انسان بیدین هر قدر برش قرآن بخوانی، حدیث بخوانی، هنوز هم نفرت ازی به دینداری و به عقیده بیشتر میشه. ولی خالق متعال به اساس رحمت خود و به اساس عدالت خود بیشتر دلایل بیان میکنه و برشان میگه قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لو کان معه آلهة، اگر به امرای الله معبودان دیگری وجود می داشت، کما یقولون مثل که اونا میگن، اذن در هان صورت لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، باز اونا به طرف صاحب عرش کدام راهی را طلب میکردن. پس اگر ای بتها و ای قبرهایی که اینا پرستش میکنن توانایی را می داشتن، اونا به طرف عرش الله می رفتن و مالک عرش الله را در مالکیتش اینا چی میکردن؟ در مالکیتش با خالق متعال مجادله و مبارزه میکردن، چون اینا خودشان عاجز هستن، حتی از جای خود، از جایی که هستن خود شور داده نمیتونن. پس سبحانه و تعالی بسیار پاک از خالق متعال و بسیار عالی است مقامش، اما از آنچه که یقولون میگوین علوا کبیرا، که بلندی الله یا مرتبه عالی الله که است کبیرا بسیار بزرگ است. تسبح له السماوات السبع، برای الله متعال تسبیح میگوین آسمان های هفتگانه و الارض، و همچنان زمین هم تسبیح الله را میگه، و من فیهن، و تمام مخلوقاتی که در آسمان و زمین هستند. و این من شیء، و هیچ چیز نیست الا یسبح بحمده، مگر ای که زبان تسبیح را ای باز کرده به حمد و ثنا و صفت الله. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لکن شما نمیدانید شکل تسبیح گفتن آن را. انه یقینا که الله متعال کان هست حلیما، بسیار بردبار هست و غفورا، بسیار مهربان است. بعضی از علمایی را هم میگن که
اوتر هم تفسیر میشه که تسبح له السماوات السبع والارض، یعنی دلایل وحدانیت الله در آسمان های هفتگانه وجود داره، دلایل وحدانیت و قدرت الله در زمین وجود داره، دلایل وحدانیت و عظمت الله در آن چیزهایی که در آسمان زمین هست و هیچ مخلوق نیست که این شاهد نباشه به وجود و وحدانیت الله. همین قسم که میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. هر برگ درخت، هر شاخچه درخت، هر نبات، هر حیوان، هر انسان، هر مخلوق چی هستن؟ کلشان دلایل هستن به عظمت خالق متعال. و اذا قرأت، الله متعال میگه که الله سر انسانهای بیدین و کافر بسیار غضبناک میشه، سر انسانهایی که شرک میرن و بیادبی میکنن الله متعال سر از اونا غضبناک میشه و حتی بر از اونا فرصت فهم کتاب و سنت نمیده. از این خاطر الله متعال میگه که و اذا قرأت القرآن، وقتی که تو بخوانی تلاوت بکنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، جعلنا ما میگرداریم در بین تو و بین کسانی که به آخرت ایمان ندارن حجابا مستورا، یک پرده ای میگذاریم که مستورا عقل و چشم و فکر و دماغ از اونا را میپوشانه، پس اینا باز حق قبول نمیکنن و این غضب الله هست سر کسی که الله غضبناک شوه از نعمت هدایت اینا محروم میسازه. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، الله متعال میگه گردانیدیم در قلبهایشان پرده ها، ان یفقهوه، این که قرآن و سنت را بدانند، و فی آذانهم، همچنان در گوشهایشان وقرا، یک ثقل، یک چیز ثقیل یا گرنگ گذاشته شده است که سبب میشه که اینا حق نشنون و قلبهایشان حق درک نکنن. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، و هنگامی که ذکرت یاد میکنی ربت را فی القرآن در قرآن عظیم الشان وحده به یگانگی، یعنی توحید بیان میکنی، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفهش چی بود که اول مردم به وحدانیت الله دعوت بکنه. بسیاری کساس میگه شما چرا زیاد از توحید گپ میزنین؟ به خاطر از اینکه وظیفه پیغمبر توحید بود، اول باید توحید با اقسامش با مثالهایش کلش بشناسیم. الله متعال میگه و اذا، و هنگامی که ذکرت تو یاد میکنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ربک، خالقت در قرآن عظیم الشان یاد میکنی که قرآن کلش توحید است، با وحدانیت الله دعوت میکنه، وحده به یگانگیش، ولو علی ادبارهم، بازی مردمای مشرک و مردمای منافق و مردمای بدعتکار رو میگردانن علی ادبارهم، رو میگردانن علی ادبارهم به جانب پشت خود، روی خود یعنی دور میتن، پشت خود طرف تو دور میتن، نفورا در حالی که اینا نفرت میکنن. از این خاطر کسایی که از شنیدن قرآن و از شنیدن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرت میکنه و خوشش نمیایه و میگه من در مجالس قرآن نمیشینم، در مجالس حدیث نمیشنم، این یک صفت از صفات مشرکین هست که الله متعال میگه نحن، الله متعال میگه ذات با عظمت من اعلم و بسیار با خبر هستم بما یستمعون بهی، با آنچه که اونا گوش میدن، اذ یستمعون الیک، هنگامی که به تو گوش میدهند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اذ هم نجوا، و در حالی که ایشان یتناجون نجوا، یعنی مخفی مخفی با یک دیگه خود گپ میزنن، سری گپ میزنن یا پس پسک میکنن، عادتشان است. هر وقتی که از توحید گپ بزنی باز یکی که دیگه خودم تو آستاسا گپ میزنن، بیبی باز گپ طرف ما آورده، این باز بیبی پدرای ما را گفت که کافر هستن، این باز گفت که بت پرستی بد است، این باز گفت که قبر پرستی زشت است. این باز در بین خود چی میکنن؟ اما تو گوششان طرف پیغمبر، دانایشان ما طرف یکی دیگه. اما تو الله متعال میگه وقتی که اذ یستمعون الیک، هنگامی که به تو گوش میگیرن، و اذ هم نجوا،
و هنگامی که در عین گوش گرفتن در بین خود چی میکنن؟ خب سرگوشی میکنن. اذ یقول الظالمون، هنگامی که میگن ظالما، ظالم یعنیش مشرک است، ان الشرک لظلم عظیم. همین مشرکین بدعتکار چی میگن؟ ان تتبعون، شما ای مردم متابعت نمیکنین، الا رجلا مسحورا، مگر شخصی را که او جادو کرده شده است. قبلا رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بیان توحید اینا میگفتن طیب است، طاهر است، امین است، صادق است، صفات بسیار خوب داشت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و 40 ساله شد و دعوت کرد مردم به توحید و گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بازیا شروع کردن نامهای غلط سر از این دادن، گفتن این مجنون است، دیوانه هست، این ساحر است، جادوگر است، کاهن است. این نامهای بسیار زشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندن. امروز هم اگر شما توحید بیان بکنین سر شما هم نامهایی را میگذارن، منتها نامهای کلاسیک او وقت بود، آل نامهای دیگه را ساختن به عوض شاعر و مجنون و کاهن و گپا. ساحر که در سابق میگفتن، حالا بعدش میگه ای تروریست است، ای اکستریمیست است، ای فاندامنتالیست است، ای افراطی هست، ای وهابی هست. این کلمات سر شما میگذاره. پس این عادت مشرکین است. الله متعال میگه متوجه باشین که متأثر به این گپا نشین. چرا این عادتشان است؟ به خاطر که مردم از توحید دور کنن، باز دعوتگر سرش نام میمانن که بسیار بنیادگرا هست، ای تروریست است، ای دهشتگر است، ای وهابی هست، ای فاندامنتالیست است. این تو کلمات را میگذاره. باز اون مردم های جاهل که گپا را شنیدن، باز از درس دین، از درس قرآن، از درس سنت چی میکنن؟ دوری میکنن. همین قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن مانع شون، باز میبرامدن در بازارها بر مردم میگفتن که گپای زیر گوش نگیرین، این دیوانه هست، این ساحر است، این کاهن است، این دروغگوی است. العیاذ بالله. انظر، نظر بکو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ببین کیف ضربوا لك الامثال، که چه قسم برای تو مثال ها را بیان کردن. همین مثال های زشت را برای تو بیان کردن. فضلوا، پس اینا گمراه شدن. فلا یستطیعون سبیلا، پس نمیتوانند که راه بیافن. چرا؟ وقت ذهنیت از اینا مغشوش شد، دانششان خراب شد، فکرشان خراب شد، آل دیگه بعد از این نمیتونن که راه درست و صحیح را چی کنن؟ پیدا بکنن. و قالو، دیگه دلیل مردمای جاهلیت چی هست؟ الله متعال سخنای جاهلا را بیان میکنه تا انسان خود از کثافتهای جاهلیت حفظ بکنه. الله متعال میگه و قالو، و گفتن اذا كنا عظاما و رفاتا. یک دلیلشان همی است، اگر وقتی که ما باشیم عظاما، استخوان، و رفاتا، و اعضای توته شده و پراگنده، قطعه شده، بوسیده، اگر ما استخوانهای ما خشک شود و اعضای بدن ما بوسیده و پاره و تکه شود، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، اینا باز آیا ما دوباره مبعوثون برانگیخته می شویم خلقا جدیدا، یک مخلوقات جدید. الله متعال در جوابشان برشان میگه قل، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای که استخوان میشین یا پاره میشین، کونو حجارتا، شوین حتی پاره و استخوان چی؟ سنگ شوین، او حدیدن، یا به آهن مبدل شوین، او خلقا، یا به کدام مخلوق دیگی که مما یکبر فی صدورکم، که در سینه های شما بسیار بزرگ معلوم میشه، در داده شوین، سوختانده شوین. دیگه مثلا حیوانات شما را بخوره. در هر صورت الله متعال شما را از اونمو عجب و ذنب که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در وجود انسان یک حجره است که این حجره به نام عجب و ذنب یاد میشه، در ستون فقرات انسان است که به هر صورت با خاک و با آتش و با وجود حیوان و بلعیدن حیوان از بین نمیره. این قسمت بدن انسان در زمین میمانه و در روز آخرت وقتی که قیامت میشه باران میشه و این انسان ها از اینمی چی حجره مثل نباتات وارد دوباره چی میشن؟ برانگیخته میشن. قل الذی فسیقولون ما یعیدنا، باز اینا زود براتون میگه که خب
وقتی ما این قسم شدیم باز کی ما را دوباره برمیگردانه؟ قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان بگو الذی اونو ذات شما را برمیگردانه که فطرکم خلق کرد شما را اول مره، نخست مرتبه. آیا نخست مرتبه یک حجره یا یک کروموزوم جنسی که XX و XY بود از او خلق نشدی؟ امو ذاتی که تو را از او حجرات اولی خلق کرد برای تو چشم داد، امی چشم داشتی، امی بدن داشتی، امی معده را داشتی، امی ساختمان فیزیکی را داشتی، امی قسم در وجود تو ساختمان بود. اونمو خالقی که اول مرتبه تو را خلق کرد و باز هم تو را دوباره خلق میکنه. یعنی یک انجینیری که 10 منزله یا 20 منزله ساخته باشه و این 20 منزله ازی چپه شده باشه، باز دوباره ساختن ازی 20 منزله برای چی مشکل داره؟ اول مرتبه آدم تعجب باید بکنه. مثلا یک نفر اول مرتبه میخواد 100 منزله بسازه، بسیار برش مشکل پیدا میشه. اما یک انجینیر دیگه 100 منزله جور کرده، چپش کرد. اینال اگر اینمی 100 منزله را چپه شوه، برای انجینیر چی مشکل داره؟ تیار کل نقشه پیش دستش است. وقتی که یک انجینیر میتونه که تعمیری که سابق ساخته او را دوباره اعاده بکنه، خالق یکتا که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب بگو برشان الذی او ذات شما را دوباره زنده میکنه و پس در مقابل خود قرار میده. او تو ذات است که فطرکم خلقکم، یعنی شما را فطرکم ای خلقکم، یعنی شما را خلق کرد اول مره، مرتبه اول. فسینغدون، باز ای حرکت میتن چی؟ الیک بسوی تو رؤوس هم سرهایشان را باز قسمی یک کلگک میزنه. خو دیدینی یگانه که باز قبول نمیکن دلیل باز گفت یک کلگک یک قسمی الله میگه باز اینو تو کلای خود شورک میتن. فسینغدون یعنی یتحرکون، شور میتن الیک بسوی تو رؤوس هم سرهایشان را و یقولون و میگوین متى هو، چه وقت هستی؟ آل دیگه او دلیل اولشان رد شد، آل باز میگه خیلی چه وقت هستی؟ قل بگو عسى ان یکون قریبا، شاید که اون نزدیک باشه. یوم، روز قیامت، روز است که یدعوکم، شما را طلب میکنه، فتستجیبون، باز شما اجابت میکنین، به حمده، در حالی که حمد و ثنایشان میگین. باز او وقت هم امر الله را قبول میکنین، من در مقابل الله ایستاد میشین، و هم بازی حمد و ثنا و صفتش میگین که پروردگارا تو ذات قوی هستی، تو ذات با عظمت هستی. و تظنون، و شما گمان میکنین در وقت الا بسم الله قیلا، که شما در زندگی یا در قبر نبودین مگر بسیار اندک. و قل عبادی، و بگو ای رسول الله صلی الله علیه و برای بنده های ما، بنده های حقیقی ما، بنده های موحد و یکتا پرست ما، یقول التي هی احسن، که وقت سخن میگوین سخنهای بسیار احسن بگوین. احسن الکلام توحید است. همیشه از وحدانیت الله گپ بزنین، وحدانیتش در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در اطاعتش، به این گپ بزنین. ان الشیطان ینزغ بینهم، برشان بفهمان که شیطان، چین شیطانهای انسانی باشند و چه شیطانهای جنی باشند، اینها کوشش میکنن که تفرقه، ینزغ، فساد ایجاد بکنن. چه قسم فساد بکنن؟ بینکم، در بین شما فساد ایجاد بکنن، بین شما تفرقه میپرتن، تعصب ایجاد میکنن، تکبر در قلبتان ایجاد میکنن، دلایل کفر و الحاد و شرک براتان بیان میکنن، بدعتها را براتان ایجاد میکنن. پس احتیاط بکنین که شیطان شما را شکار نکنه. این شیطان، الله متعال میگه یقین داشته باشین که شیطان انسانی و جنی کان للانسان، هست برای انسان عدو و مبینا، دشمن بسیار آشکار. ربکم، پروردگار شما، اعلم بکم، خوب میداند به حال شما. این یشاء یرحمکم، اگر بخواهد شما را رحم میکند، و این یشاء یعذبکم، و اگر بخواهد شما را تعذیب میکند. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو را ما نگهبان و ذمه‌وار بالای از اینا را نفرستادیم. تو را فرستادیم که تو مبلغ هستی،
استاد هستی، معلم هستی، مربی هستی، رهنما هستی، برشان رهنمایی میکنی، اما تو وکیلشان نیستی که حتما اینا را از کفر به زور کش کنی و به طرف اسلام بیاری. و ربک اعلم، و اما رب تو کس، خالق تو، رازق تو، شفا دهنده خودت، خلق کننده خودت، اعلم و بسیار میداند به من فی السماوات، به حالت کسانی که در آسمان ها هستند و الارض و در زمین هستند، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. ولقد فضلنا بعض النبیین، الله متعال میگه ما بعضی از پیغمبران را فضیلت دادیم علی بعض، بر بعض دیگرش. و آتینا داوود زبور، و ما دادیم برای داوود علیه السلام زبور را. فضیلت داوود علیه السلام چی بود؟ که برازی رهبریت دینی و سیاسی اردوش داده شده بود. بعض پیغمبرها بودن مثل عیسی علیه السلام که حاکمیت سیاسی نداشت، تنها امو از نگاه دینی دعوت میکرد، اما بعض پیغمبرها بودن که باز الله متعال اونا را فضیلت داد، اونا در دعوت خود پیروز و کامیاب شدن. و داوود علیه السلام هم رهبر سیاسی بود که از خلال سیاست شریعت الله را تطبیق میکرد. خب شاید خیلی بگوید کسی که عیسی علیه السلام خیلی کامل نبود. ما و شما میگیم که عیسی علیه السلام چون خواستن قتلش بکنن، برنامه قتلش ساختن، عیسی علیه السلام هنوز وقتش مانده و در آخر الزمان دوباره چی میشه؟ از آسمان به زمین پایین میشه و حکومت الهی را در روی زمین چی میکنه؟ ایجاد میکنه. پس عیسی علیه السلام هم برش فضیلت داده میشه. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، برشان بگو که شما دعا بکنین، طلب بکنین، بخواین الذین، کسان را که زعمتم گمان میکردید، من دونه بغیر از الله، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یعنی اونا مالک نیستن، کشف الضر، نمیتونن کدام ضرری را از شما دور بسازن. شما پیش از این بت میرین، زیر پای از این بت گوسفند و شتر را میکشین، خون از رو در پاهای او بت میزنین، و یا شما میرین پیش یک قبر و زیر از قبر حیوانی را میکشین و صفات الله را بر از او میتین. شما برین پیش از او نمیتونه که یک تکلیف عادی را از شما دور بسازه، ولا تحویل، و ایره حتی تغییر هم داده نمیتونه. چرا؟ به خاطر از که ما و شما میگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوت چی مانا؟ میگه لا حول، میگه نیست برگشت، لا حول نیست توانایی بر برگشت از معصیت، ولا قوت بالطاعه، و این قوت هم انسان نداره که اطاعت الله را بکنه الا مگر بالله، مگر به توفیق الله. ما شما همیشه را میخونیم که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آلی بت‌هایی را که شما میکنین یا نه حول دارن و نه قوت، نه یا میتونن چیز تغییر ایجاد بکنن، نه میتونن کدام ضرر از شما دور بکنن، و نه شما را کدام تغییر داده میتونن. اولئک الذین، ای معبودان باطل را که اینا یدعون، دعا میکنن، طلب میکنن، یبتغون، چرا این کار میکنن؟ به خاطر هدفشان این است که به رب خود وسیله بگیرن. این مخلوقات وسیله شده نمیتونن. وسیله الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینی وسیله نجات است. یا میخوان که یارا بتها را وسیله بگیرن، میگه ما پیش از این بتها میریم، بازی بتها عریضه ما را پیش میکنه به الله، در حالی که ما شما خواندیم قبلا که وسیله شرعی تمام مفسرین کرام میگن که عمل و ایمان خود انسان است. وسیله نجات ما و شما چی است؟ ایمان ما و شماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دختر خود گفت که یا فاطمه بنت محمد، ای فاطمه دختر محمد، اعملی لنفسک، خودت برای نفست کار بکن، انی لا اغنی عنک من الله شیئا، من نمیتونم که از الله برای تو چیز منفعت اگر ایمان نداشته باشی. مثل پسر نوح علیه السلام، پدرش نمیتونست او از بحر و از غرق نجات بده، پس من هم نمیتونم، تو خودت باید ایمان داشته باشی، خودت تقوا داشته باشی. و می خاطر بود که بی فاطمه الزهرا با تقواترین دختران در عصر خود و یا در طول تاریخ گذشته هست. پس اینی کسانی که میرن پیشینی مخلوقات، یبتغون الی ربهم،
اینا چی میکنن؟ طلب میکنن به رب خود وسیله، میگه این وسیله ما میشه، توسط از این بت‌ها ما توسل میکنیم، توسط از این قبرها ما توسل میکنیم. ایهم اقرب، کدام از اینا نزدیکتر هستند؟ آیا الله بر از نزدیک است یا این بت‌ها و مجسمه ها؟ بت‌ها مثلا بتخانه از خانه از اینا 1 کیلومتر دور است، قبرستان و قبر از خانه از یا 10 کیلومتر دور است. الله که از برشان بسیار نزدیک است. الله میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به بنده خود نزدیک هستیم از چی؟ از شارگ گردن. آلتو مثل که یک شاعر میگه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. آل خالق متعال که برازی از شارگ گردن نزدیک هست، اما نزدیکی خالق با نزدیکی خود ما و شما تشبیه نمی کنیم، بلکه میگیم نزدیک از با علم خود، نزدیک از با قدرت خود، نزدیک از با قیومیت خود. پس خالق متعال از شارگ گردن هم کده به ما نزدیک است. یعنی مجرده که دمی قلب ما یک چیز خطور میکنه، الله متعال میفهمه. پس چی نیاز داریم؟ ما این خالقی که برای ما بسیار نزدیک است، ما به یک مخلوق دیگه بریم بازو ما را به خالق نزدیک بسازه. بت پرستا و قبر پرستا تو تصور میکنن که خالق متعال از پیش از اینا بسیار دور است، نه صدای از اینا را میشنون، نه گپ از اینا را میشنون. ما بریم مریضه خدا بر از بت بتیم، بازی بت باز عریضه ما را میبره بر از او پیش میکنه. و یرجون رحمته، رحمت از رو امیدوار هستن، و یخافون عذابه، باز از عذاب از او میترسن. ان عذاب ربک، ای انسان یقین داشته باش که عذاب رب تو، خالق تو، کان محذورا، او بسیار باید حذر و ترس شود. از عذاب الله بسیار بترس، از عذاب مخلوقات نترس. او بت نه تر فایده رسانده میتونه، نه از تو کدام مشکلی را دفع کرده میتونه. بعضی کسا هست که الله برش دختر و بچه میته، بازی وزی که شکر الله را بکنه، بازی را میگه که مرا مثلا فلانی بر ما بچه داد، احمد داد، محمد داد، نامشه من محمد بر ما بچه داد. محمد بر کس بچه داده نمیتونه صلی الله علیه و سلم. محمد خو خالق نیست، محمد خو بنده الله هست، خودش مخلوق است، الله او را خلق کرده. اینا بعضی کسا که افراط میکنن، باز میگه فلانی شخص مرا بچه داد، فلانی مرا دختر داد، و صفت خالقیت و فعل خالقیت الله را به مخلوق نسبت میده. و این من قریه الا نحن مهلكوها قبل یوم القیامه. الله متعال میگه و این من قریه نیست هیچ شهر و قریه‌ای که الا مگر نحن ما مهلكوها او را هلاک میکنیم قبل یوم القیامه، قبل از روز قیامت، او معذبوها یا ما او را عذاب میکنیم عذابا شدید، عذاب بسیار سخت. هر قریه و قبیله‌ای که مخالفت با شریعت الله میکنه، الله متعال میگه ما او را هلاک میسازیم و تعذیبشان میکنیم. خواه امریکا باشه، خواه اروپا باشه، خواه اتحاد شوروی باشه، خواه روس باشه، کل زیر الله متعال. ببین این وعده الله هست. الله میگه که هیچ شهر و مملکت و هیچ اقیانوس و هیچ مثلا قاره نیست مگر که ما او مخالفت شریعت ما را بکنه، او را هلاک میکنیم قبل یوم القیامه، پیش از اینکه قیامت به اول هلاکشان میکنیم. او معذبوها یا عذاب میکنیمشان عذاب شدید، عذاب بسیار سخت. حال که شما در کشورهای غربی اگه سفر بکنین، عذابهایی که سر از اونا نازل است، ما و شما نصف از عذابها را نداریم. 50 میلیون انسان در 2007 گزارش دادن که مبتلا هست به HIV، مرض خطرناک. یک وقتی ما یک درس میخواندیم، یک کسی میگفت که قتل ترحمی. ما پرسان کردیم که قتل ترحمی چی معنی؟ گفتن این قتل ترحمی در غرب است. ما گفتیم ما خود در شرق هیچ قتل ندیدیم. شما دیدین قتل ترحمی را که کسی را به خاطر رحم بکشه؟ قتلای افغانستان کلش چی است؟ ظالمانه هست. گفتیم اینجا در وطن ما که کس قتل میکنه ترحمی نیست، ظالمانه هست. قتل ترحمی چی قسم است؟ گفت قتل ترحمی است که یک جوانی که زنا کرده یا کدام کار زشت کرده و بالاخره مبتلا شده به HIV، بازی کلی موتر خدا، کلی خانه خدا، اکاونت بانک خدا میره پیش دکتر میمانه، کلش سر میز دکتر، باز میگه دکتر صاحب کل زیر بگی رحم بکو سر من، مرا بکش، به خاطر از اینکه من دیگه توانایی ای درد ندارم، بسیار خطرناک است و مرا بسیار اذیت میکنه. باز در قانونشان نوشته کرده که قتل ترحمی نکنین، اجازه نیست، مسکن بتین، دوا بتین. این حال الله متعال میگه کسی که مخالفت از اوامر من میکنه، این تو عذابها را سر از اونها نازل میکنیم که باز خودشان برای کشتن خودش پیسه میده. این دیدی؟
یک کس پیسه خودم بده، موتر خودم بده، خانه خودم بده، بگی مرا بکش. از اینکه عذاب سخت است، این ما شما بچشم دیدیم. خب متاسفانه ما شما رسانه ها رو و جاهایی که به درد ما میخوره نمیبینیم، اما جاهایی رو میبینیم که چی است به درد ما نمیخوره. این او معذبوها عذابا شدید، عذاب بسیار سخت. کان ذلك فی الکتاب، الله متعال میگه ای در لوح محفوظ مسطورا نوشته شده. که چه قسم نوشته شده؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. الله متعال نوشته کرده که هر کس ناسپاسی از قانون و شریعت ما دوری بکنه، بر از او زندگی سخت نصیبش میکنه. و نحشره یوم القیامت اعما، باز روز قیامتی را نابینا خلق میکنه. دو جزا میدمش، دنیایش هم ذلیل است، آخرتش هم. الله متعال میگه کان ذلک فی الکتاب مسطورا و ما منعنا ان نرسل بالآیات، و باز نداشت ما را این که بفرستیم آیات را، الا ان کذب بها الاولون، مگر ای که دروغ شمرده بود به او اولی ها، مردمایی که قبل از شما هم بودن. ای رسول الله صلی الله علیه و آله، ای در حقیقت به رسول الله صلی الله علیه و آله یک چی میته؟ تثبیت قلب یا یک آرامش قلبی برش میته، یک تابلت روانی برش میته، یک علاج سایکولوژیک. ای رسول الله صلی الله علیه و آله جگر خود نباش، ای دعوتگر مسلمان، هیچ سر تو فشار نبیه، دپریشن نبیه که تو بگی والا این مردم این تو گپا میزنن، این تو کفریات میگه، در فیسبوک خود داو میزنه، در فیسبوک خود مثلا پیغمبر دشنام میته، دین رد میکنه، میگه ما سیکولر هستیم. الله متعال میگه که وقت ما ای آیات بیان کردیم، سابق هم کافرها همی قسم بود، متأثر نشو، و آل هم امی عادت کافرها هست، و تا روز قیامت مردمای بیدین و کافر و مشرک و زندیق و مردمای مثلا کسایی که بدعتکار هستن، یا تا روز قیامت عادتشان امیگه. پس که چی میکنن؟ تکذیب میکنن. پس شما متأثر به گپ نشین. اگر کسی را شما فقط دعوتتان جاری بسازین. اگر کس آمد، ما این درس ترجمه قرآن چی کردیم؟ شروع کردیم. درس ترجمه خودم میتیم، شاید در این منطقه 1 لک 2 لک نفر باشه و زیاد جوانا همیال بیکار بگردن، اقامه حجت میشن که در روز قیامت وقتی از اینا محاسبه میشه، بازیا گفته نتانه که والا صاحب کس خب برای ما قرآن نگفت. اون لوحا بند بود، در فیسبوک ها اعلان شد، در سرک ها اعلان شد، حتی هر روز لایف نشر میشه. این ترجمه قرآن است. کسی که آمد استفاده کرد، کسی که نآمد باز او وقت جهل از اونا باز دلیل برشان شده نمیتونه که باز بگویه که ما والا صاحب جاهل هستیم. چرا جاهل؟ برای کسی گفته میشه که امکانات درس برش هیچ مهیا نباشه، قرآن و سنت هیچ گفته نشه. اما بر تو قرآن و سنت اونجا در مسجد گفته میشه، تو نمیری اشتراک نمیکنی، خودت قرار ششتی اونجا قصه میکنی، باز روز آخرت میگی والا صاحب من خبر نداشتم. به خبری از قانون عذر پنداشته نمیشود. خب امی قسم الله متعال میگه و آتینا ثمود الناقه، میگه ما دادیم برای ثمود یک معجزه دادیم، یک دلیلی که او چی بود؟ اما شطوری بود که من حیث معجزه مبصره، که در او برای انسانهای با بصیرت، با انسانهایی که قلب سالم داشتن، این در حقیقت یک دلیلی از قدرت الله بود. فظلموا بها، پس اینا ظلم کردن بالای می شطور و این شطور به قتل رساندن. و ما نرسل بالآیات، و ما نمیفرستیم آیات یعنی دلائل قدرت خدا الا تخویفا، مگر به خاطر ازی که اینا خوب از عظمت الله بترسن، از عدالت الله بترسن، از حکم الله و قیامت الله بترسن. و اذ قلنا لك ان ربک، و یاد کن وقتی را که گفتیم برای تو ای رسول الله صلی، ان ربک، یقینا که رب تو، خالق تو، روزی رسان تو، شفا دهنده تو، احاط بالناس، احاطه میکنه مردم را با علمش، تمام چی را؟ تمام امور جهان احاطه میکنه. ای پس آمد امی آیت شریف مسئله اسراء و معراج بیان میکنه که برات گفتیم در معراج، در اسراء، در شب که سبحان الذی اسری بعبده، گفتیم که رب تو احاطه میکنه با علمش، با قدرتش تمامی مخلوقاته. و ما جعلنا الرؤیا التي، و ما نگردانیدیم این نمایش و این دیدن که خودت رفتی بیت المقدس دیدی و باز بعد از رفتی به معراج بسیاری از معجزات دیدی، پیغمبرها را دیدی، آسمان ها را دیدی، جنت و دوزخ دیدی. این چیزهایی را که براتون نشان دادیم، التي اریناک، ایره که ما نشان دادیم برای تو در معراج و در اسراء،
الا فتنة للناس. این هم در حقیقت معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حقیقت معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ یک امتحان بود. چرا در بین از اونها مردمایی بودن که بعضشان به حق تسلیم بودن، مثل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که مجرد خبر معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم برش رسید فورا تصدیق کرد و تخلصش گذاشته شد ابوبکر صدیق. و بعضی کسای دیگه خیستن فلسفه را شروع کردن، گفتن ما دلیل میگیم و ما بیار بر ما سند بیار و فلان بیار. الله متعال میگه این هم یک امتحان بود برای مردم، حتی بعضیا کافر شدن. و شجره الملعونه فی القرآن، همچنان رسول الله هم خبر داد از یک درخت لعنت شده. در دیگه آیت میگن که یک درخت است که طلعها که انها رؤوس الشیاطین، یک درخت لعنت شده در داخل جهنم است که میوه های ازی به اندازه سر شیطان است. حالا ما خود سر شیطان رو ندیدیم، لکن به خاطر ازی که در نظر ما و شما کلی شیطان بسیار چتل و مردار معلوم میشه، مثل که ما و شما دیو ندیدیم، یگانه که میگه او شوخی نکن که باز دیو در جانت میخوایم، ما و شما میگیم خدا هم دیو چی باشه، ندیدیم. اما این میوه دوزخ هم که است، درخت دوزخ درخت ملعونه است که در قرآن ذکر شده. و نخوفهم، و الله متعال میگه ما اینا را میترسانیم با اینمی ذکر دوزخ، میوه های دوزخ، درخت ملعونه دوزخ، عذاب های دوزخ. فما یزیدهم، اما این مردم ها چون منطق سلیم ندارن، عقل درست ندارن، هر قدر که برشان وحدانیت بیان کنی، هر قدر اونا را از ترس خالق بترسانی، باز هم اینا نمیترسن، مگر چی میشه؟ طغیانشان زیاد میشه، کبیر بزرگ، بازم سرکشیشان هنوز بیشتر میشه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، میگه این مردم ها مثل کی وارستن؟ میگه یا مثالشان مثل ابلیس وارست. شما سعی کنین ابلیس چی اندیشه داره، چی فکر داره و چی قسم سرکشی میکنه. الله متعال میگه و اذ، و هنگامی که قلنا گفتیم للملائکه بر ملائکه اسجدوا لآدم، سجده بکنین. ملائکه را گفتیم به آدم علیه السلام. سجده قبلا ما شما گفتیم که سجده ملائکه به آدم علیه السلام مربوط به امو وقت بود. او وقت دو قسم سجده بود، یکی سجده عبادت بود، یکی سجده احترام. در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سجده احترام منسوخ شده، ما چیزی به نام سجده احترام نداریم، تنها سجده عبادت است. بنابراین ما شما حق نداریم که به هیچ مخلوق سجده بکنیم، ولو که آدم علیه السلام باشه و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. او حکم مخصوص شریعتی از اونا بود. فسجدوا، پس اونا سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس همون شیطان بزرگ، این سجده نکرد. قال، گفت، آل شیطان های بزرگ الله متعال میگه چه قسم استدلال میکنن؟ همیشه انسان های شیطان صفت استدلالشان هم مثل شیطان وارست. شیطان چی میگه؟ اسجدوا، آیا ما سجده بکنم؟ لمن خلقت طینا، از کسی که او را خلق کردی از گل. امر الله بالای تو هست. ای گفت نه، آیا ما سجده بکنم برای کسی که از گل خلق شده؟ انسان های بیدین هم میگه آیا در درس از این استاد ما بیشینم، از این استاد که در علمیت من خودم بیشتر است، ما خودم رتبه‌ام بلند است، ما خودم فهمم بهتر است. تو یک جوانه کسی تو علامتی بر ما درس دینه میگی، بعضی جایی که بگو این دینه با سر توی انسان‌های شیطان صفت هم میگه، میزنه بگو تو سون قواری مسئله نکو، سون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کو، سون آیت قرآن که من میخوام سون از او سل کو. تو سون قواری ما چی سل میکنی که من خرد هستم یا کلان هستم؟ اینال ای دلیل الله متعال میگه ای عادت شیطان است و شیطان صفت ها همی قسم عادت دارن. اسجد و گفای ما سجده کنم لمن خلقت طینا، از کسی که از او را از گل خلق کردی. قال، گفتمی شیطان، ارائیتک، خبر بده بر من، هذا الذی کرمت علی، درباره این شخصی که ای را کرامت دادی نسبت به من، چی کمال داره ای که من برای بخیزم احترام کنم و ای نسبت به من کرامت داره و نسبت به من داره. مثل که مشرکین قریش به رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن که تو خودت یک یتیم هستی، تو هیچ مال نداری، از تو کدام ما زیاد قدرت داریم، از تو کدام امکانات ما زیاد است. حالا هم بسیاری کسا میگه والا از نسب تو کدام نسب ما بسیار خوبش است،
از زبان تو که زبان ما بسیار خوبش است، از چهری تو که چهری ما بسیار خوبش است. ما چطور کل گپای شیطانی هست. از قوم تو قوم ما خوبتر است، از سیاست تو که سیاست مدارای ما زیاد است. اینترست این دلیل شیطانی هست. الله متعال میگه اینی صفت شیطان و شیطان صفت ها هست. خود شیطان چی میگه به الله؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامه، یا الله اگر مرا مهلت بتی. سعی کنی میفهمه که الله خالق است، میفهمه که مهلت اگر الله نتش عاجل هلاکش میکنه، لکن اینجا بازیگه عجز خدا بیان میکنه که یا الله اگر مرا یک وقت بیتی تا روز قیامت، لاحتنکن ذریتهم، ما چی میکنم؟ احتناک به معنای استیلا و رهبریت است. ما باز خود رهبر قرار میتم، سر از اینا قدرت پیدا میکنم. سر کی؟ سر ذریه ازی، سر اولادهای آدم علیه السلام. یا را چی میکنم؟ تحت تاثیر اندیشه های سیاسی خود میسازم. حال بسیاری اندیشه های سیاسی شیطانی هست که شریعت الله را قبول نمیکنه، میگه باید حکومت توسط مردم باشه، برای مردم باشه، برای مردم باشه، دین از سیاست دور باشه، اسلام باید به اقتصاد ارتباط نداشته باشه، به اخلاق ارتباط نداشته باشه، به جامعه ارتباط نداشته باشه. اینمی کلش مثال های از سلطه و سیطره شیطان است که برای الله متعال گفت که ما میخواهیم که سر از اینا استیلا و قیادت و رهبریت داشته باشم سر ذریه آدم علیه السلام، الا قلیلا، مگر یک تعداد کمشان که اونا عباد الله مخلصین هستند، که سر از اونا باز شیطان حاکمیت سیاسی و حاکمیت اقتصادی و حاکمیت فکری نمی داشته باشه.